چی خدمت شما؟ سلام علیکم. اولان از کار خوب خونه تیز. تشکر. چی خدمتتون شما سازین دیگه برادر. شما میگم برادر این مال و حال ای شما. خوش. همین برادر ما یک سخن پرسیدنی ای. همین از سوال داریم تاکا. ببخشید همین ما که یک رازبور کردیم همیشه گفتیم ما چی پرسیم همین گوسفندا در یک سال چقدر پشم میتیا؟ بله. سپیدش هم میگی یا سیاهش هم میگی؟ سیاهش. سیاهش در یک سال 10 کیلو پشم میتا. انا دیدی آخی 10 کیلو. همون گفتم. سفیدش چی؟ سفیدش هم 10 کیلو پشم میتا. سفید 10 کیلو نه. هدیهش هم برابر بده. برابر. انا که با این خیل که باشه در یک ماه چند قدر خوراک میخوره؟ در یک ماه چند قدر خوراک میخوره؟ چند قدر خوراک میخوره؟ سیاهش هم میگی یا سپیدش هم؟ سیاهش. البته سیاهش در یک ماه 1.5 تن کنجره میخوره. سفیدش چی؟ سفیدش هم 1.5 تن کنجره میخوره. برادر خودت پادوانی؟ برابر چی خیلی هر دوش برابر گپ میزنی؟ در یک ماه چند قدر آب میخورن؟ آب؟ سپیدش هم میگی یا سیاهش هم؟ سیاهش. انا در یک ماه 2.5 تن آب مینوشم. سفیدش چی؟ سفیدش هم در یک ماه 2.5 تن آب مینوشم. بسوزی از چی رو پرسیم من نفهمیدم یا چی رو آخی همین سفیدش سیاهش گفته همین فرقش هر دوش او برابر میخوردیان او برابر پس میدادیان آخه چی فرق داره؟ برادر تو تنتکل نکو او سیاهش خود مای ای خدا بایی سفیدش کیه؟ سفیدش هم خود مای که جگر جان ممکنه که هم موچت کنم دیوانه بعد ای توی؟ خیلی که باشه توی گذشت البته همه را زنگ بزن من میام چی فکر دارم؟ میگم چی فکر دارم؟ چی فکر دارم؟ چی فکره که خودت کردی کجا؟ من هم فکر دارم رفت شب بیمانی خوش آمدم راما سلامت باشی خدا میتونه نک زنگی یمین خوش آمدم اکمه آکاش خوش آمده حکومت یک دماد در کاره که شب و روز خدمتی بده باشه تاوایی همون دماد میخواستگی انا همی بچه لخیده این چیکار دماد خدمت نکنی یا چی خیلی باید بالای ما برامده استایی آنه راستی که ما یکم فکرم نیستم ای هم نشید بودم سرم یک دختر دارم 25 ساله اگر که بگیری 25,000 دلار آمریکایی بالاش دارم میتونی آنه با گوش کن مرا اگه داماد بگم بچم بگم داماد گوش کن داماد با دختره دارم که 30 ساله اگر که او را انتخاب کنی 30,000 دلار آمریکایی میتونه حالا با یک دختری دیگه دارم 40 ساله اگر که او را انتخاب کنی 40,000 دلار آمریکایی بالاش نمیتونه بگی بچم بنانه بگی زنگی بنانه بخور رحمت فایدت نکنه بخور اینو انتخاب کن ما یکم چی کم نیستم خسرو جان با خیلی یک دیگه نلیچگاه البته ما یک گرد دارم خسرو جان قبول 100% لخاکی با جان من میگم که یکم 70-80 سالش نداره مالی جان سلام علیکم سلام علیکم مالی جان خوبی سلامتی و فرزندگی بشه همه طرف چینجا یک قرصه برای معلم رو میزنیم کدام معلم؟ اون معلم شما معلم باشه این کدو من معلمم کدو اینا بیدوی مالی جان خیلی کم ترک دیشید تو اینجا اومدی خدیر کدی مالی جان خیلی قطعی کدو بوده سری پاورو دا کم ترک دیشید کدو خربزه رو زمان تو
چو در میکنی اینا همه به درس آمده خودت در میکنی ولی جان کانترکت دیرشین دفترم پاپکم هم مش خورده این چی خیلی دفتره ها این چی خیلی دفتره دفتر آخی آخه برای چی در میکنی چی میزنی چی میزنم ها تو برای درس تیاری یا نه ها تیارم کنی گفزن من آینده میخوام رنگشم معلم شم که تمام مردم محله افتخار کنن که همیشه اکتمش یک بسیاره همه خیلی استاد دارم ها میفرده که معلم شوی میفرم معلم شم رنگشم درس بده معلم خب این اما ها گویا که شما معلم من طلبه کنی من درس ده اینا این عادل کدوم کدوم این از بدله سیچوم نصیب سیزدوم الهام رادوم تو دکجو میکردی بچه اومد معلم آخی شما معلمه حاجی من گفته که من طلبه شما معلمم خیلی بود این عادل کدوم دکجو میکردی تو عیب شرمنه بگی من کدو چی نیده بدم آخی ای معلم جان همه ای معلم میدونی چی وقتی دانشجو بودیم کو خب شهر در وقتی دانشجو بودیم من زندگی میکردیم خلاصه خوابگاه دا بودیم قطعه عادل کدو خب باجره سحر روز شدم تای دوم دا شیر فروشا شیر نمیفروشن آخی خب که عادل گفت که من دویده برام گفت یعنی تی شیر بخرم اکی یکم کورس بدگده یکم کورس همین دویده اومد تای دوم دا یک زنک چی فروخته شیر با گفت که ای شیری کیه او زنک برای من گفت که شیری من گفت که خاله جان شیری گاو نداری زنده باشند امروز توی سیدمی جونه همین شبچه کجوده یک طرف کنم شبچه السلام علیکم شبچه بازی ما شبچه را با زبان تو چی گم بزنم با خطای مگم پیرواد نکنم یک قصق شوه السلام علیکم شبچه مهربان امروز توی سیدمی جونه چی با که سیدمی پیرواد نچخیلی سیدمی پیرواد نداره سیدمی بگوده جدا شیرین شوه شکر شوه اولینش پسر شوه نام پسر رستم شوه پهلوان دادا شوه بگذار که زندگی شما رنگی قنفی شیرین شکر باشه بگذار که همشه مهر باشه محبت باشه وقتی تایی بگوی میجه شوه وقتی تایی رفتیم بگذار زندگی شما با مثل شیرین شکر باشه بگذار خیلی من سین شکر یا قضا باری شبچه میزنه باشه خلاصه درس شیشتگی بیدیم که عادل کدو اومد در اومد درس ده همه سلو وای برنه اون بود بود وای بخیر چخ کدام خیلی نویسیم نیسته که معلم اومد درس ده در اومد گفت که سلام بچه ها خیزن گفته سلام معلم خب موضوع امروز چی بود؟ گفته معلم جون درسی تربیوی ما درباره تعلیم و تربیه گپ بزنیم گفت چی به نفر قفادشتگی میخیزه وجاش یکی عبدالله کدو خیستک گفت معلم جان بخشش من شما رو ندیدم گفت که در روزیات گفته یک گاو اومد گوساله چیکار میکنه گفت معلم جان گاو اومد گوساله میمکش یک قرصه بلند بزنیم به خاطر یک عبدالله جان اگه بزرگای ما چی میگه هر کسی که حافظ خدا آوازش بتا هر کسی رقاصه رئیس و پولش بتا گفته که پیچیندز در خدا چشت سیر کنه کسی تماشا بینه تیزبه دیر نکنه نه نوازی بیچاره دیل گرداش میسوزه تاوله که دایره چیره کفای دستاش میسوزه عرق تاجیکستان آدم مست بکنه بعد عرق نوشیدن پیان هنگاس بکنه هر کسی بانگ بزنه دیلش دوگ دوگ بکنه وقتی گیره دگزش لبی جاش توت بکنه اخدام خیلی آدم ها اینها پشیمان شوه خانهش سودا کنه محتاج آن شوه خدا آخری کار با آسونی حل شوه کسی قرصک نمیزنه خیلی کل شوه یک قرصه با این نوجان شادی میزنه بذار در گوشه‌های بهتر زندگی پرواز کنه شبچه زندگی مثل اصلا شیرین و بلندزاد باشد یک قرصه دیگه به خاطر شبچه در آخر با این شبچه چی میگه در آخر در آخر من گفتن اونا که در این معرکه به خاطر برادر قدردان اکه عبدالله کدو در اینجا ما تشریف آوردیم یک قرصه به خاطر عبدالله کدو بزنیم زینا خیلی بخشید روشگی در رنگ پامیدوری بخور رنگ پخته پرکیدگی بانم زینا خیلی ای به خودت داخی تقدیر است ای به خودت گفتی که مرا کدو میگم زنده باشی توی مبارک شما شما دیل اونجا یک قرصک شب بخاطر بودن سر بالا باشی و تا همیشه یا خوی داغانو بیدیونگی خوی بیزه ها چی خوی خودم مردم مردی؟ مردم هم خیش تاورا اومده هم فقط چغر یارو جورا هم اوچان دا برای سرم گیره کده هم اومدگی
همه بود گیرم اولا همین خانه ده همه نو غلاغولی نکشمونا بده شخیر من نبودم و همون خشروی سوزیتا نگاه نگیدی تو چکار مرده که من در بالای سرت نیستم اما دو سه بار نگاه کدم نبودی نبودم؟ نه اوخی خیلی ممکن من قاوخانی ده بودم ده بچم